جنگجویان طالب بامداد روز دوشنبه 28 سپتامبر به ولایت کندوز هممرز با تاجیکستان حمله کردند و بنا به گزارش‌ها درگیری‌های شدید در آنجا میان نیروهای حکومتی و طالبان ادامه دارد. تا کنون به گفته مقامات امنیتی کندوز 10 نفر از جنگجویان کشته شدند و تلفات در بین نیروهای امنیتی هم هست. مقامات امنیتی کندوز میگویند جنگ در ناحیه‌های خاناباد، چهاردره و امام صاحب در روبروی ناحیه پنجی تاجیکستان ادامه دارد. صحبت امروزه در همین باره است و با همکارم جاوید نعیمی از رادیوی افغانستانی آزاد. جاوید، اول در باره تحولات اخیر در شهر کندوز میگفتی. جنگ در حال حاضر در شهر کندوز ادامه دارد و طالبان چندین ساختمان دولتی و پاسگاه‌های پلیس را در این شهر تصرف کردند. شهر کندوز که در نزدیکی مرز با تاجیکستان قرار دارد امروز شاهد حمله و تهاجم طالبان مسلح بود. مخالفین مسلح حکومت افغانستان ساعت 3 صبح امروز از چندین استقامت بالای شهر کندوز حمله کردند. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیه یا فرماندهی پلیس کندوز میگه که تا حالا 20 شورشی و 3 پلیس در جنگ در شهر کندوز کشته شدند. مقام‌های ولایت کندوز میگن 120 تن از نیروهای ویژه کمکی در میدان هوایی کندوز پیاده شدند. به گفته مقام‌ها شورشیان ساختمان شورای ولایتی و یک شفاخانه یا بیمارستان 200 بستر در کندوز در اشغال خود درآوردند. گفته میشه که باشنده‌های مناطق مختلف کندوز خانه‌هایشان را ترک کردند و به سمت فرودگاه یا میدان هوایی که اندک محل مسئول‌تر است به حرکت افتادند. برخی از منابع گفتند پست‌ها یا پاسگاه‌های پلیس در چند محل از سوی طالبان مسلح تصرف شدند و جنگ به داخل شهر کشانده شده. شاهدان هم گفتند جنگجویان طالبان با اسلحه‌شان در شهر و از خانه‌های مردم به جنگ با نیروهای خود طالبان و نیروهای ناتو درباره این درگیری‌ها چه گفتند؟ آیا در بین طالبان جنگجویان خارجی نیز هستند؟ تا حالا معلوم نیست که چه تعداد از شورشیان دخیل در این تهاجم خارجی ها بودند، اما شمار از جنگجویان ازبکستانی، تاجیکستانی، چچنی به شمول پاکستانی ها در شمال افغانستان حضور دارند. همچنان طالبان ادعا میکنند که درگیریشان با نیروهای افغان در شهر ادامه دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به باشنده های کندوز گفته که تا پایان جنگ در خانه هایشان باشند تا جانشان مسئول و محفوظ باشد. ناتو گفته که هیچ یک از نیروهای بین المللی در عملیات در کندوز دخیل نبودند. به گفته یک سخنگوی ناتو قوای هوایی و زمینی ناتو در جنگ امروز کندوز شرکت ندارند. طالبان بارهاست که به کندوز حمله میکنند. این شهر از کدام نظر مهم است؟ ولایت کندوز از ولایت‌های درجه 2 افغانستان است که حدود 1,200,000 تن جمعیت دارد. در افغانستان با بلخ، تخار، سمنگان و بغلان هم مرز است و 7 واحد اداری دارد. همچنان مرز مشترکش با جمهوری تاجیکستان به اهمیت ولایت کندوز افزوده. بنابر موقعیت جغرافیایی با اهمیت کندوز در محراق توجه شورشیان مسلح قرار داشته و اونا همواره تلاش کردند تا کندوز را نارام بسازند و مناطق مختلف این شهر و همچنان ولایت کندوز در گذشته از تقریبا 1 سال به این سو شاهد تحرکات مخالفین مسلح دولت افغانستان بوده. جاوید نعیمی از رادیوی افغانستانی آزاد صحبت میکرد.